باشه. اصلا بهتر که در موردش حرف نزنم. من رها هستم، دانشجو سابق استاد کیانی. تو که اینقدر تلخ شدی. اصلا زندگی یعنی چی؟ نمیدونم چطوری به اونا بگم. الان وقت سوال جوابای اگزیستانسیالیستی نیست. مخصوص خودت. ای کاش هیچ کدوم از این اتفاقا پیش نیومد. کسی از اقوامش رو فوت کرده. من دارم میرم. فردا صبح خودم میام دنبالت، باشه؟ منتظرت. به شکل پرواز پرم